من معمولا از چند روز قبل از جلسات تحلیل توکنومیکس که هر 2 هفته یک بار انجام میشه یه پست تو پیجم میذارم، از بچه‌ها میخوام که کامنت کنن توکن یا کوینی که دوست دارن تحلیل کنم اون هفته رو، و اون توکنی رو انتخاب میکنم که بیشترین تکرار رو توی کامنت ها داشته. این هفته هم همین کارو کردم، این پست رو گذاشتم ولی خب هیچ دو تا توکن مشابهی رو نتونستم پیدا کنم توش و از اونجایی که دوست ندارم خودم انتخاب کنم تصمیم گرفتم که یه بازی کوچولو براش درست کنم که از روی بازی وکمال ساخته شده که احتمالاً دیدید تو شهر بازی یا آنلاینش رو بازی کردید، نه که یه چیزایی از سوراخ میاد بیرون بعد بزنید تو سرشون، که البته اینجا تو سر زدن نداریم. و من اینجوری این کار رو انجام دادم که هر باری در واقع رندوم کاملا، هر باری که عکسی که من مشخص کردم از هر کدوم از این سوراخ‌ها میاد بیرون، نمایانگر یک توکنه در واقع، و من که میزنم تو سرش یه دونه دارم اضافه میکنم به امتیاز اون توکن که آخرش که بعد 20 ثانیه که بازی تموم میشه مشخص میشه که کدوم توکن بیشترین امتیاز داشته و اون توکن انتخاب میشه برای اینکه تحلیلش رو داشته باشیم توی جلسه توکنومیکس. من شروع کنم اینو، سرعتش هم آوردم پایین که هم قابل مشاهده باشه هم قابل بازی باشه، ولی میشه سرعتش رو بالاتر هم برد. خب BNB با 5 امتیاز بیشترین امتیاز آورد، پس تحلیل توکنومیکسی که احتمالاً این هفته داشته باشیم 5 شنبه توکن BNB هستش. این بازی رو اگر دوست دارین داشته باشین برام کامنت کنین بازی تا اطلاعاتش رو براتون بفرستم.